در یک ساختمان در یاروسلاول 17 مهاجر غیرقانونی پیدا شدند. کارمندان پلیس در یاروسلاول انشاءاتی را که در ناحیه فرونزه ساخته می‌شوند تفتیش کردند. در قلمرو آن شهروندان خارجی معین کرده شدند که خلاف قانون مهاجرت کار می‌کردند. به شعبه مهاجرت 17 نفر از 27 تا 60 ساله برده شدند. نسبت مهاجران از روی ماده بپتن انجام دادن فعالیت مهنتی 10 پروتکل، طبق ماده ویران کردن قاعده ورود به فدراسیون روسیه 5 پروتکل و 7 پروتکل ویران کردن رژیم بودوباش ترتیب داده شده است. نسبت به 7 بازداشت شده درباره اخراج مأموری از فدراسیون روسیه قرار قبول کرده شد، قید کرد وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت یاروسلاول. در حال حاضر نفری که شهروندان خارجی را بدون اجازتنامه به کار جلب کرده است معین کرده می شود. بر اساس ماده شروع غیرقانونی شهروندان خارجی یا شخصی به شهروندی در فدراسیون روسیه به جوابگری مأموری کشیده می شود.